tutti e a tutte. امروز میخواییم با هم دیگه اصطلاحات روزمره رو برای مکالمه ایتالیایی در سطح B2 یاد بگیریم. از موارد آسان‌تر شروع کنیم، هی رفته رفته پیچیده تر میشه. come va؟ چطور پیش میره؟ اوضاع چطوره؟ che ne pensi؟ نظرت چیه؟ che ne pensi؟ چطور فکر میکنی راجبش؟ نظرت چیه؟ che ne pensi di questo progetto؟ چی فکر میکنی درباره این پروژه؟ mica male؟ بد نیست یا خیلی خوبه. استفاده برای پاسخ مثبت غیر منتظره. mica male؟ بد نیست. او خیلی خوبه. non c'è male؟ بد نیست. come stai؟ non c'è male grazie. حالت چطوره؟ بد نیست. بدک نیست. ممنون. tutto a posto؟ همه چی مرتبه. tutto a posto؟ همه چی مرتبه. tutto a posto non ti preoccupare؟ همه چی مرتبه. نگران نباش. ci vediamo؟ میبینمت یا میبینیم همو. ci vediamo؟ میبینمت یا میبینیم همو. یکم لفظی تر بخوایم بگیم. اوکی، ci vediamo domani alla riunione؟ همدیگه رو میبینیم فردا در جلسه. a dopo یعنی بعدن، تا بعدن میبینمت. a presto به زودی یا به زودی میبینمت. è stato bello parlare con te؟ یه صحبت مکالمه خوب بود با تو. a presto به زودی میبینمت. dai بیا زود باش، جدی نگو. بسته به لحنی که استفاده میکنن معنی های خیلی متفاوتی میتونه به خودش بگیره. ما فیگوراتی، اصلا خواهش میکنم. برای رد کردن تشکر یا تعارف داشتیم توی درس های اسپرسو که مثلا میگه که به فلانی پیشنهاد بدیم با همون بیاد، میگه ما فیگوراتی، اصلا نه، خواهش میکنم نه. non ti preoccupare؟ نگران نباش. ho dimenticato le chiavi non ti preoccupare leo io؟ پس میگه فراموش کردم کلیدها رو. میگه non ti preoccupare، خودت نگران نکن، اونها رو من دارم. که کازینو، چه وضع آشفته‌ای، چه درهم برهمی. که کازینو، چه وضع آشفته‌ای، چه درهم برهمی. guarda questa stanza che casino؟ نگاه کن این اتاق رو. که کازینو، چه درهم برهمی. که guaio، چه درد سر بزرگی. ho preso il portafoglio che guaio، من از دست دادم کیف پولم رو، چه درد سر بزرگی. in bocca al lupo، موفق باشی. in bocca al lupo، موفق باشی. domani hai l'esame in bocca al lupo، فردا امتحان داری، موفق باشی. crepi il lupo به معنی ممنون. crepi il lupo به معنای ممنون. وقتی کسی استفاده میکنه از این bocca al lupo شما باید با crepi il lupo یا گرگ بمیرد جوابش رو بدید. مگاری، کاش، ای کاش. برای ابراز آرزوها بعدها میبینید برای بیان حس خوشایند یا اشتیاق به یک پیشنهاد هم هست. ما پوتسی وینچره alla لوتریا، میتونستی برنده بشی. مگاری، ای کاش میشد. نون ویدو لورا، بی صبرانه منتظرم، نمیتونم ساعت رو ببینم. نون ویدو لورا، بی صبرانه منتظرم. نون ویدو لورا، بی صبرانه منتظرم. ad esempio که پله، چه خسته کننده. آمیانه و رک، وقتی یه جوری میخواین حالشو بگیرین که اصلا چقدر چیز بی خودی گفتی. که پله، چه خسته کننده. dobbiamo aspettare altre 2 ore، باید بیش از 2 ساعت منتظر باشیم. که پله، چه خسته کننده. بستا کوزی، همین کافیه. بستا کوزی، همین کافیه، همینقدر کافیه. ad esempio non fa niente، اشکالی نداره، مشکلی نیست. non fa niente، اشکالی نداره، مشکلی نیست. ne vale la pena، ارزشش رو داره. ne vale la pena، ارزشش رو داره.
کپیتا پیش میاد، کپیتا پیش میاد. اصلا کپیتاره برای رخ دادنه. ما به خیلی جاها استفاده میشه. وقتی میخوایم بگیم دیگه حالا یه سری اتفاقها پیش میاد، ممکنه میگیم کپیتا پیش میاد، ممکن بود رخ بده. مورد بعدی، فیگوریاموچی چه اهمیتی داره؟ فیگوریاموچی چه اهمیتی داره؟ fare quattro chiacchiere یعنی کمی گپ زدن، یه 4 کلامی صحبت کردن. استرالورد پول نداشتن یا به معنای ورشکسته بودن. بچه ها عموما معنی دوم رو نمیدونن. استرالورد پول نداشتن یا ورشکست بودن یا ورشکست شدن ما میگیم. پرندرسی کورا دی qualcuno مراقبت کردن از کسی. پرندرسی کورا دی qualcuno مراقبت کردن از کسی. Mia madre deve prendersi cura di suo padre مادرم باید از پدرش مراقبت کنه. fare tardi دیر کردن. fare tardi دیر کردن. essere di fretta essere di fretta عجله داشتن. essere di fretta عجله داشتن. andare di fretta عجله داشتن. پس من هم essere di fretta میتونم استفاده کنم، هم andare di fretta. ما per caso به طور اتفاقی، per caso اتفاقی، non ho idea اطلاعی ندارم، ایده‌ای ندارم. è chiaro واضحه، è chiaro واضحه. dammi retta به حرف من گوش کن، پند منو بپذیر. dammi retta به هم گوش کن، حرف گوش بده. dammi retta تکرار کن وقتی میخونم، حرف گوش بده. ویدیو رو متوقف کن، موارد رو تکرار کن، توی ذهن خودت یک شبیه سازی کن، مثال بزن. tanto per cambiare tanto per cambiare مثل همیشه برای تنوع. پس tanto per cambiare significa مثل همیشه یا برای تنوع. کذبتی چه درد سر بزرگی. کذبتی چه درد سر بزرگی داشتیم قبلا. چی بود؟ فکر کن. که گوایو جوستا. پس که اسباتی هم یعنی چه درد سر بزرگی، اما به مقدار آمیانه تره. استراپوستو خوب بودن، مرتب بودن. که استرس یعنی چقدر استرس آور. که استرس چقدر استرس آور. meno male یعنی کمتر بد، خدا رو شکر. meno male. pazienza صبر کن یا اشکالی نداره، با لحن تسلیم شدن. pazienza به معنای صبر کن یا بخوایم بگیم اشکالی نداره. منجا لعنتی برای ابراز ناراحتی یا عصبانیت، اما به صورت ملایم. منجا پس لعنتی. ad esempio ho preso il cellulare از دست دادم، گم کردم تلفنو. منجا لعنتی. که فیگورا چه آبروریزی. که فیگورا چه آبروریزی. ho detto la cosa sbagliata davanti al capo. che figura گفتم یه چیز اشتباه رو جلوی رئیس. که فیگورا چه آبروریزی. ما avere imbarazzo della scelta. avere l'imbarazzo della scelta 10 گزینه داشتن و اینکه نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. یه آهنگم داریم دیگه، میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم. این دقیقاً مورد مشابه تو ایتالیاییه، باش آهنگ هم دارن. ما سی fare una figuraccia آبروریزی کردن. fare una figuraccia آبروریزی کردن. non mi va حوصله ندارم، حوصلم نمیشه، دلم نمیخواد. non mi va. ad esempio essere in gamba یعنی روی پای خود ایستادن خودمون. یعنی چی؟ توانا بودن، قادر بودن، یعنی باهوش بودن. فرچلا موفق شدن، توانستن.
سب کن فرق فعل فرچلا و ریوشیرا چیه؟ اگه ما قراره هر کدوم تحت عنوان موفق شدن بگیم، فرچلا به من یه دیت هایی از مسیر میده. وقتی من میگم فرچلا یعنی با سختی های زیاد، با تحمل سختی های زیاد موفق شدم. essere al corrente در جریان بودن. essere al corrente در جریان بودن. non capirci un tubo هیچ چیز نفهمیدن. non capirci un tubo هیچ چیز نفهمیدن، باز در معنای خیلی عامیانه. fallo e basta همین کارو بکن و بس. fallo e basta همین کارو بکن و بس. وقتی ما بخوایم بگیم همین و بس، همین رو انجام میدید، تمام. fallo e basta. chiara اوضاع چطوره؟ کلی تر از کامه و هستش. chiara tira essere sulla stessa lunghezza d'onda هم فکر بودن. پس essere sulla stessa lunghezza d'onda هم فکر بودن. non avere peli sulla lingua روکراست بودن، بدون رو درباستی صحبت کردن. non avere peli sulla lingua روکراست بودن، بدون رو درباستی صحبت کردن. essere al verde برشکست بودن. تکرار کردیم که تاکید کنیم در معنای دومی که شما کمتر شنیدین. که بربا چه کسل کننده، که بربا چه کسل کننده. این پراتیکا در عمل به طور خلاصه. این پراتیکا در عمل به طور خلاصه. اوکیو ا کروچه تقریبا تخمینی. اوکیو چشمی، اکروچه تخمینی. اوکیو اکروچه چشمی بخوام بگم ما استفاده میکنیم. نون افرمیو به من ربطی نداره. نون افرمیو به من ربطی نداره. نون افر تو به تو ربطی نداره. فاره لا دوچا فردا ناامید کردن، شوکه کردن با یه اتفاق بد. دوش سرد، ما مثلا میگن دوش سرد ریخت دیگه، ما میگیم آب پاکیو ریختن رو دستش. فاره لا دوچا فردا ناامید کردن، شوکه کردن با خبر بد. ad esempio essere al settimo cielo در آسمان هفتم بودن. تو آسمونا بودن ما میگیم دیگه، یعنی خیلی خوشحال بودن. essere al settimo cielo در آسمان هفتم بودن، از خوشحالی بال در آوردن. tanto per dire فقط برای اینکه بگم، صرفاً جهت اطلاع. tanto per dire صرفاً جهت اطلاع. essere sul pezzo درگیر موضوع بودن، فعال بودن. essere sul pezzo درگیر موضوع بودن، فعال بودن. lascia perdere بیخیال ولش کن. lascia perdere بیخیال ولش کن. lascia perdere بیخیال ولش کن. essere di buon umore cattivo umore خوشحال یا بدخلق بودن. essere di buon umore میشه خوشحال بودن. essere di cattivo umore میشه بد اخلاق بودن. ad esempio fare un salto سر زدن، یه سر رفتن. fare un salto سر زدن، یه سر رفتن. که guaio چه درد سر بزرگی. essere nei guai چه درد سر بودن. rimettersi in pari به موقع رسیدن یا جبران کردن. rimettersi in pari به موقع رسیدن، جبران کردن. non avere le idee chiare شفاف نبودن موضوع، بلا تکلیف بودن. tirare avanti ادامه دادن یا گذراندن زندگی. tirare avanti ادامه دادن یا گذراندن زندگی. fare il punto della situazione جمع‌بندی کردن وضعیت. fare il punto della situazione
جمع‌بندی کردن وضعیت. داکوردو، موافقم. avere la meglio، پیروز شدن یا بهتر بودن. essere sul pezzo، آماده انجام کار بودن. essere sul pezzo، آماده انجام کار بودن. non avere senso، بی معنی بودن، معنی نداشتن، حس نداشتن. fare conversazione، گفتگو کردن. essere nei guai fino al collo، یعنی توی درد سر افتادن تا گردن، حسابی توی درد سر افتادن. essere nei guai fino al collo، حسابی توی درد سر افتادن. avere la testa tra le nuvole، حواس پرت بودن، یعنی سرش تو ابراست، حواس پرته. avere la testa tra le nuvole، حواس پرت بودن. essere fuori di testa، دیوونه بودن. essere fuori di testa، دیوونه بودن. بچه‌ای که اسپرسو 4 درس 1 رو خوندن به این قسمت برخورد کردن. بیخیال بودن. کندی چی؟ سه، نظرت در مورد این که میخوایم بگیم کندی چی؟ سه، نظرت در مورد این که جمله‌مون رو میگیم. fare il punto، جمع‌بندی کردن، مخفف کردن، خلاصه کردن. essere alla pari، برابر بودن، مساوی بودن. essere alla pari، برابر بودن، مساوی بودن. fare la parte del leone، نقش اصلی رو بازی کردن. fare la parte del leone، نقش اصلی رو بازی کردن. chiacchierare e tabacchiere، حرف زیاد و عمل کم، تاکید بر عدم عمل. حرف میزنه، عمل هیچی. essere di corsa، بسیار عجله داشتن. essere al top، توی اوج بودن. essere giù di morale، افسرده بودن. essere giù di morale، افسرده بودن. avere un chiodo fisso، وسواس داشتن، یه فکری مداوم توی سر داشتن یا توی سر چرخیدن. avere un chiodo fisso. ما essere al corrente، در جریان بودن. essere al corrente، در جریان بودن. fare a meno di، بدون چیزی سر کردن، نیازی نداشتن. ad esempio non posso fare a meno del mio caffè mattutino. ad esempio نمیتونم بدون قهوه صبحگاهیم سر کنم. essere un fulmine، یعنی خیلی سریع بودن. quando corre un fulmine، وقتی میدوه خیلی سریعه. و میرسیم به مورد صد. وارد بقیه موارد نمیشم. کاری که باید انجام بدید، باید بخونید، اینه که تکرار کنید. با یک بار دیدن این ویدیو قرار نیست هیچ اتفاق عجیب غریبی بیفته. با تکرار کردنش، با مثلا 10 تا یاد گرفتن این عبارت هاست که شما میتونین در عرض چند ماه به سطح دلخواهی که میخواین برسید خوب صحبت کنید و اگر با شما با این اصطلاحات صحبت کردن به خوبی متوجه بشید. من دیانا هستم، مدرس زبان ایتالیایی گروه لینگوا ایتالیانا 7. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.